یه رندی و یه رندی میگه این سوزن رو بگیر، منم مقربین درگاه خداوندم، سر پل سرات خیلی شلوغه، تو این سوزن رو بگیر، اونجا دستت که بره بالا من ببینم میکشم جلو، بالاخره میتونیم ردت کنیم. میاد و میگه که تو من گذاشتی سر کار. میگه چطور؟ میگه من این سوزن رو چجوری بیارم سر پر سرات؟ میگه خب بدبخت، پس چرا این همه داری جمع میکنی؟ تو اندازه یه سوزنش نمیتونی با خودت ببری، تنها چیزی که داری میبری اعمالته. این کلام مرگ میگه من به دیدار تک تک شما خواهم آمد در جایی و لحظه‌ای که اصلا تصورش رو هم نمی